صدا، نور، تصویر، حرکت. کمکم کن. سلام بچه ها، من عطیه‌ام، به چنل من خوش اومدین. خب بچه ها، یه آپدیت بهتون بدم که چی دارم میخونم. از زمان کریسمس که الان 26 ژانویه است، من دارم سرود کریسمس میخونم. خیلی داره کند پیش میره چون کتاب نوجوانه و از همون چند صفحه اول قشنگ معلومه که تهش چی میشه، یعنی روند داستان کاملا مشخصه. فکر کنم به خاطر همینه که خیلی دارم کند پیش میرم. بعد دارم شوهر آهو خانومو گوش میدم، صوتیشو. چند دقیقه آخرشه دیگه، اصلا کلا فصل آخره. خیلی دوستش داشتم، خیلی طولانی بود، فکر کنم نزدیک 40-50 ساعت بود تقریبا. بعد خیلی لذت بردم ازش، گوینده خیلی خوبی داشت. توی کست باکس رایگان گوش کردم، اگه دوست داشته باشید میتونید گوش کنید. گویندش خیلی خوب بود، صداها رو عوض میکرد، باعث میشد که داستانو گم نکنی. بعد یه دونه کتاب از مجموعه تویستد دارم میخونم، زبان اصلی، جلد 3 همین دیگه. شما چی میخونید؟ چه خبرها؟ بیا دیگه بابا، عطیه کار کن. سلام، ویلکام تو مای یوتیوب چنل. حاجی باید چی بگم؟